سلام و وقت بخیر. با آخر خط خوش آمدید. ادامه رایزنی ها در مورد وضعیت افغانستان. چی چیز کشورهای منطقه و جهان را نگران کرده است؟ در ادامه نگرانی ها از وضعیت افغانستان، معاونان وزارت های خارجه روسیه و پاکستان در پیوند با آخرین تحولات افغانستان در دهمین نشست گروه مشترک کاری روسیه پاکستان در اسلام آباد دیدار و گفتگو کردند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه پاکستان، گفتگوی دو طرف در مورد تهدیدهای تروریستی جهانی و منطقه‌ای با تمرکز ویژه بر وضعیت افغانستان صورت گرفته است. در این دیدار مقام‌های روسی و پاکستانی توافق کردند که تلاش‌های مشترک را برای مبارزه مؤثر با تروریسم تقویت کنند. این در حالی است که نخست وزیر پاکستان هفته پیش ادعا کرده بود که پس از بازگشت طالبان به قدرت، حملات تروریستی در پاکستان افزایش یافته است. اما حکومت سرپرست همواره تاکید کرده که به هیچ کس اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان بر ضد پاکستان و یا دیگر کشورها استفاده صورت گیرد. حال پرسش این است که چرا نگرانی‌های امنیتی کشورهای همسایه و جهان همچنان پابرجاست؟ گفتگوی مقام‌های روسی و پاکستانی در این مقطع زمانی بیانگری چیست؟ چی چیز روسیه و پاکستان را نگران کرده است و آیا افغانستان همچنان تهدید برای کشورهای منطقه و جهان است؟ این و چند پرسش دیگر را از مهمانان شریک در بحث می‌پرسم. مهمانان من در این برنامه آقایان هر یک: محمد میرویس قیاسی، دیپلمات پیشین از ترکیه، عنایت الله شفته، تحلیلگر مسائل افغانستان از آلمان، و محمد متین محمدخیل، آگاه امور نظامی و سیاسی، اینجا در استودیو با ما در این بحث هستند. مهمانان عزیز، تشکر که به بحث حاضر شدید. بحث را می‌خوایم با آقای قیاسی آغاز بکنم. قیاسی صاحب، چرا نگرانی‌های امنیتی کشورهای همسایه و جهان همچنان پابرجاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به شما بینندگان عزیز و مهمانان عزیزتان در برنامه. خب، ظاهرا از وقتی که از 15 اگست 2021 که اداره فعلی یا امارت اسلامی به قدرت رسیده در افغانستان، هیچ چیزی در افغانستان تغییر نکرده و خواسته های هم کشورهای منطقه، هم منطقه افغانستان، هم جامعه ملل متحد ظاهرا درخواست‌هایی را که اونا داشتن با اونا حاصل گفته نشده. با همین خاطر نگرانی ها وجود داره. خب ظاهرا این نگرانی ها را در الفاظ بیان میکنن، اما از نگاه عملی او قدر زیاد نگران نیستند. باز ان شاءالله در ادامه بحث تفکیک میکنیم کشورها که کدام کشورها زیادتر نگران هستند، کدام کشورها زیاد نگران نیستند. ولی اونا هم تعهداتی که نسبت به قوانین بین‌المللی دارن، نسبت به امو ارزش‌هایی که در جامعه ملل دارن و امو اتحادیه‌های کشورها که مربوط به کشورها بعضا مربوط به اونها میشه و با اونها دارن، نسبت به او اظهار نگرانی میکنن در لفظ، ولی در عمل اون چیز نیست. ان شاء الله با تفصیل صحبت خواهیم. بله. حالا پاکستان و روسیه در افغانستان به دنبال چی هستند آقای قیاسی؟ دیدار اخیر پاکستان و روسیه در اسلام آباد مبنی بر دو اصل یا شرایط است. یکی تغییر رویکرد پاکستان که ظاهراً با اخراج بسیار بی‌رحمانه و غیر قانونی و همچنان میتونیم بگوییم ظالمانه پاکستان که مهاجرین افغانستان را خارج کرد و یک رویارویی سیاسی مابین اداره کابل یا امارت اسلامی و پاکستان ایجاد شده و پاکستان اعلان کرده که ما دیگه او حمایت سیاسی و رایزنی را که برای امارت میکردیم دیگه در جهان را نمیکنیم. این دلیل اصلی است که روسیه رو میاره با پاکستان و میخواد که موقف اصلی پاکستان که ظاهر و باطن قضیه همسان است یا نیست این را بدانه. یک و دیگه شاید روسیه چیزهایی را که از امارات ندانه، اطلاعاتش در او باره ضعیف باشه، با استفاده از همین شرایط دورانی که مابین امارت اسلامی و مابین پاکستان ایجاد شده، با استفاده از این از پاکستان بخواه اطلاعات کسب بکنه و همه اطلاعات هم ارتباط میگیره با سوال اول شما که نگرانی هایی که روسیه از مسئله تروریسم داره، از مسئله گروه های افراطی که مربوط به آسیای میانه در افغانستان هست، اطلاعات از اونها کسب میکنه. یک مسئله است. مسئله دیگه و مهمی که این رایزنی ها صورت میگیره و دیدارها، این انتظار قریب است که شورای امنیت یک اعلامیه صادر بکنه یا قطعنامه صادر بکنه نسبت به افغانستان بعد از تکمیل شدن گزارش نماینده سرمنشی ملل متحد آقای سنرور اغلو فریدون و ترکی را که مقرر کرده بود که تا 17 یعنی ماه نوامبر اطلاعاتی از او باید گزارشات از او تکمیل شود و گوتریش در روشنایی
پیشنهادی از او برنامه‌ای را برای افغانستان پیشنهاد بکنه که در شورای امنیت شاید یک قطعنامه یا یک بیانیه صادر شود در ارتباط که بعضی از پیشنهادهای آقای گودرش هم در میدیا درس کرده، شاید تکمیل نباشه، من را یادداشت کردم، در ادامه بحث میگیم. با اساس همین دو دلیل که فعلا روس ها میخواهند که موقف خود با پاکستانی ها یک جا بکنن، یا پاکستانی ها میخواهند که موقف خود با روس ها یکی بکنن، که همین اطلاعیه یا قطعنامه ای که شورای امنیت قرار صادر بکنه در او هم نوا هم صدا باشند. چرا؟ به خاطر از اینکه روس ها در شورای امنیت حق ویتو دارند و بسیار مؤثر هستند، و این خاطر پاکستانی ها میخواهند که رأی روس ها را همراه خود داشته باشند. همین دو دلیل که گفتم باعث از این میشود که پاکستانی ها و روس ها نسبت به سابق فعالتر و بیشتر اکتیوتر شوند. خیلی خوب. حالا چرا پاکستان در اواخر تنش با افغانستان بیشتر شده در بحث روابط و همچنان اخراج مهاجرین؟ فکر میکنید که دلایلی که حالا مورد نگرانی پاکستان است چی بوده میتونه؟ پاکستانی ها ظاهرا مسائل امنیتی را، مسائل 500% اگر اشتباه نکنم عملات تروریستی یا جنگ‌های PTT که در پاکستان بعد از به قدرت رسیدن امارت اسلامی اضافه شده، اونا ظاهرا این را بیان میکنن. شاید بخش مسئله همی باشه که در مسئله PTT با امارت اسلامی پاکستان به توافق نرسیدن با مهار کردن از اونا، یا قرار ادعای پاکستان که پایگاه از اونا در افغانستان است برچیده نشده. یکی دلیل ظاهری هم است، ولی اصلی مسئله ای که من میدانم و او را من متأکد هستم که همیست مسئله اقتصادی است. پاکستان انتخابات پیش رو دارد، در یک بحران اقتصادی بسیار بزرگی دست و پا میزنه، 300 میلیون دلار ضرورت دارد برای تنظیم انتخابات خود که انتخابات به تعویق هم انداختن با دمی صورت میگرفت که رفت به سال جدید انتخابات و انتخابات سازماندهی شده از جانب ارتش پاکستان که نواز شریف دوباره به قدرت میرسانند. مصارف انتخابات اینا ندارند، بحران اقتصادی پولی دارند. مسئله مهاجرین همیشه به عنوان یک امو حرف عامیانه لیاف ناسدین بهانه میکنن، فشار میارن مردم بیچاره را، مردم غریب در زمستان اینا را خارج میکنن به افغانستان، اخراج میکنن به افغانستان. اگرچه کل اگر نه ولی اکثریت خصوصا مردم غریب و بی جای و بی آب که هم به امارت فشار آورده باشن، استفاده کرده باشن به اینکه حرفای خود سر امارت دو قبول قبول و از جانب دیگر فقط همین نکته که اما کمک‌های بین المللی جذب کنن. حالا کشورهایی که از اینا تقاضا میکنن و ملل متحد و امور مهاجرین که مهاجرین اخراج نکنین، چند صد میلیون دلار پاکستان کسب میکنه و میخواد که هم تامین منابع اقتصادی انتخابات خود به دست بیاره مفت و مجانی. متاسفانه که کار ظالمانه است و بهانه غلطه. تشکر. آقای قیاسی، حالا نگرانی کشورهای همسایه، منطقه و فرامنطقه چقدر بجا و جدی است و همواره حکومت سرپرست حالا اطمینان داد از خاک افغانستان و همچنان گروه های هراس افغان که افغانستان دیگر به عنوان خاک استفاده نمیشه که تهدید باشه برای کشورهای همسایه و فرامنطقه. چی فکر میکنه؟ نگرانی ها چقدر بجاست؟ از نگاه عملی نگرانی ها بجا نیست، به خاطر از اینکه نگرانی ها دو قسم است. یکی کشورهای آسیای میانه است، همین 5 کشوری دیگه، ازبکستان و تاجیکستان و قزاقستان و قرقیزستان بگم مرزی هستند و از نگاه ژئوپلیتیک یا همون چیز سیاسی، جغرافیای سیاسی دیگه سنتی هم 100 سال به طرف بیشتر به طرف مربوط روسیه میشوند و منافع روسیه در اینجاست. از برخورد عملیشون نشان میده که اصلا اینا نگرانی ندارند، به خاطر از اینکه بیشترین کشورهایی که بر از اینا ویزه صادر میکنن مثل ازبکستان، مثل ترکمنستان، مثل قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان و سران امارت اسلام به اینجا رفت و آمد داره، بسیار آزادانه، بسیار دوستانه، سفارت‌هاشون باز است، نمایندگی‌هاشون در اینجا وجود داره، به شمول خود روسیه نماینده‌های امارات سیاسی امارات اسلامی رسما فعالیت میکنن. از این ناحیه معلوم میشه که نگرانی ندارن اینا. اگر نگرانی می‌داشتن این کار را باید نمی‌کردن، ولی نگرانی‌هایی که در لفظ اونا میگن ظاهراً شاید به خاطر همو قوانین یا چیزایی است که اینا در او امضا کردن و پابند هستن با جامعه جهانی یا با همو اتحادیه‌های کشورهای روابط بین الدول، بعضی کشورهای مثل اینا که هستن با می حساب باشه. ولی اینجا یک استثناء وجود داره که ازبکستان و ایران روابط بسیار تنگاتنگ و فراتر از همه دیگه کشورها دارن و این معاهدات و تفاهم‌نامه‌ای را که در آخر مابین معاون رئیس الوزراء و ایران امضا شد نشان میده که کشورها اطمینانشان حاصل کردن. و همچنان چین و ایران یک موقف مثبت دارند نسبت به امارات و کشورهای دیگر موقف
اما کجدار و مریض، یعنی زیاد مثبت هم نیست ولی منفی هم نیست. این یک قسم است. میمونه روابط پاکستان. روابط پاکستان مبتنی بر یک اصل است که عمق استراتژیک 50 سال میشه و 60 سال میشه و که سیاست پاکستانش تغییر نکرده. عمق استراتژیک و یک اداره دست نشانده و اداره ناپایدار و ضعیف در افغانستان که ایرا از تمام نظامایی که در افغانستان آمده از زمان داوود خان به بعد از خلافت داوود خان تا حال همین توقع را پاکستان داشته که معلوم میشه که توقع از امارت برآورده نشد. مسئله پی تی تی یک بهانه است. پاکستانی‌ها قبل از امارت در زمان جمهوریت بسیاری از مناطقشان در خیبر پختونخوا، در سوات، در اینجا به دست طالبای پاکستانی بود. پاکستانی‌ها تانستند که با یک اقدام متحورانه نظامی او را مهار بکنن و امن و امان را در مناطق خود بیارن و طالبان را از جا برانن. حالا مگه پاکستانی‌ها بخواهی کار کردن میتونن؟ یعنی این بهانه پاکستانی صحیح نیست. بهانه پاکستانی همین است که امارت موقف سران امارت، خصوصا بعض خاص آدمای از اینا مثل مولانا یعقوب وزیر دفاع و همین ایستادگی از اینا در برابر خواستهای پاکستان ناامید ساخته و پاکستان به این اساس هم سیاستش مبنی است که طرفدار اداره پایدار و خصوصا همین کارهای اقتصادی و بنیادی که امارت اسلامی داره در روزها میکنه، مسئله پشت پس، مسئله سالنگ است و یک همین شفاف سازی در ادارات است و یک شفاف سازی در شهروالی ها و شهرداری ها و مسائل اجتماعی فرهنگی و بازی گپا پاکستان شاید ناامید ساخته و ولی ادعاهای آقای قیاسی، ادعاها در مورد حملات تی تی پی پاکستان یا تحریک طالبان پاکستانی در پاکستان افزایش یافته. حالا ادعا میکنه اونا و همواری را تاکید کرده که بعد از تسلط حاکمیت سرپرست این حملات افزایش یافته است. این چقدر بجا و حالا جدی است؟ پاکستان 5 ناحیه خودمختار یا امو چی داره؟ سابقا میگفتن که امو علاقه آزاد، علاقه غیر که کرم جنسی است و باجاور است و دیگر 5 ناحیه است، وزیرستان است، اینجا هستن. طالب های پاکستانی به شمول طالب های افغانستانی که در اونجا بودن قبل از 15 اگست 2021 این مناطق کاملا در تسلط از اونا بود. پایگاه های طالب های پاکستانی در این 5 منطقه به حد قوی است که از دولت پاکستان که بسیار قوی است. اونا از مردم تکس میگیرن، باج میگیرن، از مردم پولدار پول میگیرن، از مردم دکاندار دکان میگیرن، در حقیقت حاکمیت میکنن. این ادعای پاکستان هم زیاد قبول ندارم. پایگاهشون بیشتر از این که مطمئن در خاک افغانستان باشه، در خاک خودشان مطمئن تر است و اون جغرافیا ما از نزدیک و جغرافیا را جوانی خود همونجا تیر کردیم. اون جغرافیای قدر وسیع و کلان است که ضرورت نداره طالبان پاکستانی که در افغانستان بیان پایگاه جوړ کړي. دا چاکی نیست شاید یک روابط پایگاه و گپای داشته باشند، ولی بانه پاکستان یک بانه الکی است. اصل مشکل پاکستان مشکلی پذیرفتن یک اداره ثابت و پایدار و یک اداره رو به پیشرفت و مستقل در افغانستان است. ممنون. آقای سپاسگزار هستیم. آقای قیاسی، حالا مسئولیت حکومت سرپرست چی است در باب این نگرانی ها و تا چه زمان حالا نگرانی پابرجا خواهد بود؟ من با سوال شما جواب میگم، انشالله روشن جواب میگم. قبل از او به ادامه اون بحث قبلی و تایید حرفای دو مهمان دیگر شما که مشکل پاکستان با افغانستان مشکلی بودن یک اداره قوی، یک اداره مستقل، یک اداره که دستشانده پاکستان نباشه مشکل از اوست. بعضی اداره که ناامید شوه این مسائل چی میکنه و میخواد که افغانستان کشوری دستنگر و همیشه محتاج باشه. یکی از دلایلی که پیش ما بود که شاید بینندگان هم علاقمند باشن بشنوند، از جمله موادی را که ظرف 7-8 ماه میشود در بندر کراچی دولت پاکستان بدون خلاف تمام قوانین و معاهداتی که با افغانستان داره و قوانین تجارت بین المللی 212 قلم مواد، ماشین‌آلات و اشیا و وسایلی است که از اینها برای زیرساخت‌های سرک‌سازی، برق‌سازی، تولیدات ملی و گپاسی ماشین‌آلات 212 قلم از دقیق که ما لیست شبخانه وقت زیاد میگیره اینا ممنوع کرده و حالی رایزنی داره امارت که اینا باز بکنم. ما فکر نمی که پاکستان ها این از این گپ نشان میدن دشمنی و عقده و کینه ایشان که اینا نمیخوان که در افغانستان یک میخم بنیادی کوبیده شود و افغانستان همین پروژه هایی که نوشته شده و یک دیده تجاری ملی و بین المللی توجه کردن و میخوان که در افغانستان سرمایه گذاری کنن، سرمایه گذاری ها جلوگیری کنن. اما از اینکه همین سوال شما که امارت چی باید بکنه در مقابل این خواسته ها به دو بخش تقسیم میشه.
یک بخش خواسته هایی است که جامعه جهانی که متاسفانه چیزی به نام جامعه جهانی وجود نداره، ما همیشه خویی را میگفتیم، ولی برای مردم عوام و مردم متوسطی همه دنیای معلوم شده که جامعه جهانی یعنی امریکا یعنی اسرائیل. یعنی اسرائیل و امریکا بخواهند در ظرف یک ماه 5000 طفل و 7000 کهنسال و بیچاره و معیوب و معلول و مردم ملکی را در غزه اینا بمباران میکنن میکشن و سلاح و بمش هم امریکا برای اسرائیل میده. اونها طفل نیستن، اونها زن نیستن، اونها دختر نیستن. اگر واقعا این ادعایی که اینا میکنن برای امارت که شما آزادی مثلا زنها و گپا که در این شکی نیست که ما طرفدار آزادی مکاتب زنها، طرفدار حقوق زنها در جامعه هستیم مطابق هم اصول اصلی اسلامی، اما یک گپا بهانه است که جامعه جهانی و کشورهای غربی و امریکا کشورهای هژمونی و قلدر این را بهانه میگیرن. این بهانه غلط است. چرا اونی عملا شما میبینید که زنها را و طفلا را اینا چگونه بی‌رحمانه سلاخی میکنن و در ظرف یک هفته هزارها نفر تا 13000 نفر اینا در غزه کشتن که 7000 از این تنها زن و کودکان می باشند. این گپا دروغ است. این تقاضا اگر امارت اسلامی اما خواسته های مخفی قدرت های هژمونی را قبول بکنه، تمام زنهای افغانستان خدای نخواسته که امارت دفن بکنه، امریکا خم به ابرو نمیاره. و خلیلزاد دیروز مصاحبهش شنیدین که همین حرفی را از این مسائل نمیزنه. این گپا یک بهانه است. یکی دیگه میمونه بهانه مثلا دولت فراگیر و یک شکل قانون. در این باره دیگر 2 سال تا صحبت زیاد شده و همه کشورها منافع خود دارند. قسمی که برادرها اونجا گفتن منافع اقتصادیشان است، منافع استخباراتیشان است، افرادی که متعلق مربوط به اونهاست، همه مسئله همیست. تا اینکه مسائل حل نشود، این ظاهرا چیزایی را که اینا علم میکنن و یادآور میشوند یک بهانه‌ای است. چرا همین وضعیت دنیا، همین دوگانگی نظر دنیا، همین یک چشم کور و یک چشم روشن در مقابل اوکراین و غزه چیزها را نشان میده. این در سطح دنیا میمونه. در سطح مسئله همسایه‌های افغانستان که پاکستان دربارش بحث کردیم، مکافیز که پاکستان چیز نمیخواد بجز یک اداره غلام و نوکر و یک اداره محتاج و مردمی گرسنه و مردمی که مصرفی باشند برای موادی اما استهلاکی به کیفیت پاکستان. این ریچ میخواد. باقی مثلا ایران که از ایران معلوم میشه که اطمینان پیدا کرده دیگه تمام معاهداتی را که در سطح یک روابط بین دو کشور ضرورت است با امارت اسلامی داره، این مشکلی نیست. و درباره چیزا بحث کردیم. این حال امارت چی کار بکنه؟ فقط امارت هم کار کرده میدونه که نام اسلامی را از پاروش خط بزنه. نام اسلامی را از پاروش خط بزنه با دنیا اطمینان بده که من مثل اداره غنی واری و اداره گذشته واری یک اداره جاسوس هستم، یک اداره دستشانده هستم، یک اداره هستم که در اینجا نماینده سفارت انگلیس، نماینده سفارت امریکا، نماینده موساد در اینجا در یک اداره حاکمیت میکنه. ما واقعا از داخل امارت، از تشکیلات امارت فاصله داریم، نمیفهمیم که در چی میگذره، در اون باره قضاوت کرده نمیتونم. ولی مشکلی امی بسیاری از کشورها با اماراتیان همین انگلیس، همین لباس افغانی است، همین نام اسلامی است. دیگه امیدوار هستم که فقط یک چیز اگه اجازه بدین من اضافه کنم، شاید بعدا شما در سوال مطرح بکنین. بله بفرمایید. خیلی کوتاه آقای قیاسی. فقط خلاصه در چند کلمه، امارت اسلامی در سطح داخلی، در سطح اقتصاد، در سطح شفافسازی موافقات بسیار خوبی داشتن. برای خود ما چشمگیر است و احساساتی میشوند. پروژه‌ای را که جور میکنم، تفتیشایی را که شاروالی از انجام میدم، شهری پاک کابل که پاک کرده، امیر راهرو را که میبینم که از هر کراچی که از میلیون‌ها کراچی در شهر کابل که 50 روپیه اداره فاسد میگرفت، اونا را پاک کرده میگفا، ولو که با زور و با جبر یا با ارهاب هم بوده مثلا کار کرده باشه، این کار بسیار خوب است و پیشرفتشون در ارتباط خوب است. پول افغانی ارزش بالا برمیگردیم قیاسی صاحب. فقط یک نکته آخر، اما در مسئله تعلیم دخترها، در مسئله حقوق اجتماعی، در مسئله فرهنگی یک قسم قطعی مردم باید زیاد سخت نگیرن، گزاره بکنن که مردم از اینا بیزار نشه و با تکلیف نشه. سپاس قیاسی صاحب، ممنون. بس را جنبندی میکنیم. آقای قیاسی، راه حل را شما چی تحلیل میکنید؟ راه حل اگر برای آینده حاکمیت امارت باشه و بر نظام باشه، یعنی برای حکومت، راه حل هم است که ما 3-4 ماه پیش هم ویدیو ثبت کردم، شاید ظاهرا فکر میشه که به ضرر امارت باشه ولی به فایده امارت بود. اما 10 شرط برای بقای یک حاکمیت در افغانستان ضرور است که اما شرط آخری و مهمش تعیین کردن خط رابطه با پاکستان است. اگر امارت میخواد بقا داشته باشه در افغانستان، مثل نظام‌های گذشته اما تا آمدن نروه و یک نظام گذرا نباشه، هر چی سریع، هر چی عاجل
متخصصین خود یا از نظام سابقه کسی باشه، مردم افغانستان، متخصصین اقتصادی را، متخصصین سیاسی را و متخصصین جغرافیا را یک کمیسیون جور بکنه یا 3 کمیسیون جور بکنه یا تصمیم بگیرن در ارتباط با رابطهشان در آینده با پاکستان این را تنظیم بکنن که یا باشن یا نباشن. در غیر از او خیلی خطر اینا را تهدید میکنه و هر نظامی که در افغانستان پاکستان با وافته، پاکستان هم نظامی بسیار خطرناک است، یک استخبارات بسیار خطرناک دارد، دستی بالای داره، دست و پای مردم افغانستان به جغرافیای پاکستان بسته است. یک بدیل امارت و نظام دیفکتو یا سرپرست برای پاکستان پیدا بکنه. در غیر از او آینده خوب نیست. یعنی راه حل دمیست. یک راه حل داخلی و اجتماعی است که در 2 کلمه خلاصه میکنم که تابعه امارت اسلامی به عنوان یک نظامی که دوام میکنه اسلامی است، دروازه مکاتب برای دخترها، برای نسل جوان افغانستان باز بکنه. همچنان که بنیادهای اقتصادی افغانستان بسیار خوب عمل کرده رئیس، بنیاد اجتماعی، بنیاد علمی، بنیاد آینده افغانستان که اصلا علم تشکیل میده، اصلا یک جامعه تعلیم یافته تشکیل میده، دروازه را باز کنن، تنظیم بکنن، مردم را بگذارن که تعلیم بکنن، تحصیل بکنن، آیندهشان به روشنی بره. این دو راه حل است. تشکر. غیاثی صاحب ممنون. آشفته صاحب